بفرما. یه زن نمیگی برای ما؟ یه 27 سالم شده. زن میتونه نگه داری؟ میشنم. زن مثل لباس نیست ها. خب فهمیدی؟ زن گرفتن شریعت داره. چه شرطی؟ دور دور قطع میشه. رفیق باز قطع میشه. قفخونه قطع من میشه. کی رفتم دور دور؟ حالا نرفتی میگم قطع میشه. بدون. خب؟ اینا همشون قطع میشه. زن لباس نیست. فردا بدو بری نازیاباد لباس بخری. یک عمر خواهی زندگی کنی. دختر مردمو بدبخت نکن. اگه میتونی نگه داری بگیرم. نگه میدارم بابا. تو باید پشتم باشی دیگه. فکر پشتت چی؟ پشتت پول بدم؟ هول بدم. باید نگه داری. فکرش از فهم شعور داری بگیرم. اگر میفهمی زن چیه بگیرم. میفهمم. پول بده. پول چه خواستون من ندادم؟ زیاد. پول زیاد. پول چقدر بگه؟ طلا میخوای بخره بگه؟ زمینای شهریار بفروش یک شده من. یعنی چی؟ یعنی چی نه؟ ماما این ظرفه چیه؟ نمیره تو. زمینا رو بفروش بده من راحت 10 تا نگه میدارم. با پول من میخوای زن نگه داری؟ نه. تو غلط میکنی. 10 تا نگه میدارم. با پول من میخوای زن نگه داری؟ آره. هر وقت با چونت درواز کردی اون موقع میفهمی زن بابا نگه یعنی داری. چی با چونت درواز آره کردی؟ دست پر اومده خونه اون موقع. اینا چیه جمع میکنی؟ میبرم خونه خودم. یعنی چی؟ خب درو چی داشتی میگفتی؟ درو با چیکار کرده؟ با چونت درواز کردی خب اون موقع میتونه زن نگه داری. اینا رو مامان خیلی پر کرده اصلا. کجا داری میبری اینا رو؟ میرم فکر کنم اینم زن رو چجوری باید نگه دارم دیگه. یعنی چی؟ یعنی چی نداری؟ بابا اینا واسه خودمونن. بابا خودتون قایم کردید اونجا پر آجیله دیگه. پر باشه تو باید ببری. تو میخوای زن نگه داری؟ این پستش کم ها، مغز کم گرفتی امسال. تو خودت یه دونه نمیتونی نگه داری. مامان همش ناراضیه، بعد به ما میگی نگه دار. مامان ناراضی آره. دیگه چیزی نیست. اونم بگی بمونه دیگه. واسه چی جمع میکنی اینا رو؟ بگه ما آدم نیستیم اینجا. بابا قایم کردی مامان. چی رو قایم کردم؟ پول خریدم تو هم برو قایم کن دیگه. پول ندارم. این مدل میخوای زن نگه داری؟ اون زمین تو بفروش من بده 2 تا میگیرم. 3 تا میگیرم. چرا بفروشم چی؟ تو زن میخوای بگیری؟ 6 ماه دیگه طلاق بدی؟ نمیدم. نمیدی آره. به خدا نمیدم. میره از اون صورتیه میگیری دیگه. صورتی چیه؟ من آمپول میزنم باد میخوره. من اونا رو نمیدارم خونه. من آمپولی دوست دارم. دوست داری اصلا با من چی کار دیگه.